هر گورستون دیگه ای به غیر از ایران ما به دنیا اومده بودیم این آهنگ حداقل آقا $10 باید میخریدن که از ما دونه ای. آقا $10 ما میگیم، نمیگیم $100 $200، $10 باید میخریدن که از ما، نه $1. 4 میلیون $1 میشه چقدر؟ تازه پیجامونو بستن الان باید 10 میلیون باشیم. این 4 میلیون $1 میشه چقدر؟ میشه $4 میلیون. $4 میلیون کم عقل من خورده شده. تو اونور یهو میبینید یارو یه دونه آهنگ خونده، یهو با لامبورگینی میاد، جت شخصی داره، فلان داره. اینا از کجا برده؟ سایت شرط بندی که نزده که داداش، آهنگش فروخته دیگه. پس لامبورگینی من دست شماست، پارکینگ ماشین من دست شماست، جت شخصی من دست شماست، همه چی من دست شماست. شما اینا رو از من گرفتید، بردید دادید به اینایی که سایت شرط بندی دارن.